الیف اوه و باز این پسر پیدا شد. این پسره که خیلی خوش تیپه. واسه چی اومدی اینجا؟ اومدم باهات صحبت کنم. خواهش میکنم. جیدا عزیزم تو برو دانشگاه، منم بعداً میام. ببخشید که برنامه‌تون رو به هم زدم. نه مشکلی نیست. خب تو دانشگاه میبینمت. زودتر حرفتو بگو، میخوام برم. بیا بریم یه جا بشینیم و صحبت کنیم. ببین اینو واسه تو گرفتم. ولمون کن تو رو خدا. اولش میای قلدربازی در میاری، بعدش واسه من گل میخری. نمیخوام نگهش دار. الیف من واقعا معذرت میخوام. هر چی میخوای بگی زودتر بگو. باید برم دانشگاه، کلاس دارم. باشه بیا بریم حرف بزنیم لطفا. خدا شاهد چشم دیدن ما رو نداشتن. از سر حسادت جدامون کردن. الیف ببین به مقدسات قسم من هیچ رابطه‌ای با اون دختره نداشتم. واسه یه بارم که شده جرأت داشته باش پای کارت وایسا. مثل یه مرد پاشو بگو آره من این غلطو کردم. اشتباهتو گردن بگیر، از زیرش در نرو. بعدش بیا بگو میخوام منو ببخشی. به هر دری بزن. باشه قبوله. من یه خورده دودل شده بودم. فقط یه هفته بود. یه هفته؟ خیلی خب حالا یه مدت. الیف من فقط تو رو دوست دارم. آره مشخصه. ما اصلا همدیگه رو نمیدیدیم. تو همه سرگرم درس و تمرین بودی، منم حس کردم تو زندگیت نیستم. حتی جواب تلفنم هم به زور میدادی. اولش فقط میخواستم نظرتو جلب کنم، چه میدونم، گفتم لابد اگه بشنوه من با یکی دیگه هم حسودی میکنه. ولی بعدش دختره انقدر بهم توجه کرد که خوشم اومد. بس دیگه خفه شو. خب چی شد؟ مگه نگفتی راستشو بگو؟ گفتم راستشو بگو چون میخواستم خیالم راحت شه. میخواستم بدون ذره شک و شبهه قیدتو بزنم و برم پی کارم. الیف تو هم منو دوست داری میدونم. نه خیر آقا، من حالا عاشق کس دیگه ایم. برای اولین بار تو زندگیم وارد یه رابطه جدی شدم. تازه اون که مثل تو نیست، صادقه، یه مرد واقعیه. ضمناً به هم پیشنهاد ازدواج داده. برای اولین بار تو زندگیم با کسی که واقعا دوستم داره وارد یه رابطه جدی شدم. فراموشم کن، برو با خیال راحت با همون دختری که به توجه کرده و حواستو پرت کرده دوستی کن. الیف من به این آسونیه بی خیال تو و عشقت نمیشم. هر جور میلت مراد خان. وای عجب قزمایی برمیذاری پروانه خوشگلم، یاد کتواک افتادم. از این به بعد اینجوری هست. اوضاع حسابی در هم و برهمه. وای یه روز ندیدمه چقدر دلتنگت شدم. منم دلتنگت شدم عشقم. شنیدم حال بابا بزرگت بهتره، خدا رو شکر. آره انشالله بهترم میشه. ببخشید تو رو خدا نتونستم پیشت باشم، تنهات گذاشتم، ولی دیروز واقعا سرم خیلی شلوغ بود. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. یامان باز با کی دعوا کرده؟ چیزی نیست، مثل همیشه چشمش زدن. بی خیال از خودت بگو. دیروز چی کارا کردی؟ وای مثل خواب بود به خدا، انگار داشتم بهشت رویاهامو تو این دنیا به صورت واقعی میدیدم. تنها بودی؟ نه اتفاقا دور و برم خیلی هم شلوغ بود. مانکنا، عکاسا، استایلیستا همشون اونجا بودن دیگه. درسته خیلی خسته شدم ولی واقعا ارزششو داشت. باورت میشه حتی یادم نبود غذا بخورم. کل روزو با یه ساندویچ سر کردم. بعدش؟
بعدش هم رفتم خونه با همون لباسام خوابم برد. شنیدم اوزایی رسوندتت خونه. اونم اونجا بود؟ آره، اون وسط اومد یه سری زد. تا آخرش هم موند. تو از کجا فهمیدی؟ تو چرا به هم نگفتی؟ من نگفتم چون میدونستم اگه بفهمی لب و لوچت آویزون میشه. ولی الانم با نگفتنت ناراحتم کردی. وای مرد، تو هم گیر دادی به این پسر ولکن نیستی ها. انگشتر تو چرا در آوردی؟ چون همه تو مدرسه سینجیم هم میکنن واسه همون. خب واسه این سینجیم نمیکنن؟ وای تو رو خدا عشقم، تو اینو با اون مقایسه میکنی؟ ببین این فقط یه آکسسواره، اما این یعنی ما. راستی امروز وقتی داشتم میرفتم خونه میراینا لیلا رو دیدم، مثل این که اون نوچه آقا نادر داشت به زور میبردتش یه جایی. نمیخوای دستت کنی؟ معلومه که دستم میکنم. نه بابا ولش کن، چه کاریه هی دستت کنی بعدم درش بیاری، ولش کن. نه خیر، معلومه که دستم میکنم، اصلا این یکی هم در میارم. استایل و بی خیال، همین که عشقم خوشش واسم کافیه. نکن نمیخواد درش بیاری، زشته، اونم دستت کن. مطمئنی؟ مطمئنم. ببینم داشتی راجع به لیلا یه چیزایی میگفتی، اون لحظه حواسم پیش انگشتر بود. هیچی، میگم احساس کردم دارن به زور میبرنش یه جایی. ای بابا چی شده بچه‌ها؟ داره راجع به چی پچ میکنی؟ داشتم با عشقم حرف میزدم. صبح بخیر. خب حداقل بعضیا به جز مزایده حرفی واسه گفتن دارن. خب این همه داریم زحمت میکشیم، دروغ میگم؟ من که میگم یه عالمه پول جمع میشه، حالا میبینی. نه دیگه در این حد نیست. آره خب تو از مزایده 2 سال پیش ما خبر نداری. 4-5 برابر مبلغی که پیش بینی شده بود پول جمع کرد. فکر میکنی این امسال عتیقه‌ای کی بیشتر از همه جلب توجه کنه؟ من که از همین الان معلومه جزو 3 نفر اولم. نفر دوم سومو نمیدونم، اما نفر اول خودمم. حاضرید شرط ببندی؟ عتیقه کدوم یکیتون گرونتر از بقیه است؟ خب با ارزش‌ترین عتیقه رو گذاشتی وسط، خب مطمئنی؟ دیگه اینجوری است. من ندیدم. یه لحظه. ببینم. چی؟ وای این یکی محشره که باورم نمیشه به خدا. مال بابا بزرگته؟ بابام از یه مزایده بزرگ گرفته. یه فرصت استثنایی برای شرط بندی روی عتیقه جات. خب هستین؟ عتیقه کدوم یکیتون گرونتر فروش میره؟ نیستین؟ بابا چرا میترسین؟ فقط 1000 لیر. 1000 لیر. نیستین؟ واقعا میخواین رو پول شرط بندی کنی؟ مزخرفه به خدا. من هستم. کس دیگه ای نبود؟ داداش بس کن دیگه، داری گولم میزنی ها. تو دیگه چرا بوراک؟ داریم خوش میگذرونیم، ول کن. چیه نکنه ترسیدی؟ معلومه که نه، فقط دوست ندارم از این خیریه واسه خودمون پول در بیاریم. خب پس چه کاری میکنیم؟ هر کی برد پولو میده به خیریه. واره بابا یعنی چی؟ نمیشه چرا که. نشه؟ مگه هدف خوش گذروندن نیست؟ مهم اینه که کی ببره. آره اتفاقا این پول یک کمک مضاعف واسه خیریه محسوب میشه. یا من این دور و برا نیستم. چون من اینجا. خب دیگه من پاشم برم به کارام برسم. باشه عزیزم. بچه‌ها فعلا خدافظ. بای بای. کجا؟ ببینم حالا هستی یا نه؟ هستم. آها او ببخشید. من نمیدونستم تو اینجایی. دارم کار میکنم. فکر میکردم تو این پروژه کار نمی کنی. چرا؟ کمک کردم فقط مختص پولداراست؟ منم اینجوری میخوام کمک کنم. ذلیل شدن واسه دیگرانه، نه واسه ما. نباید ازش فرار کنی، اتفاقا باید بیشتر خودتو بکنی تو چشمش. آره خب تو هم در حد خودت یه کمکی به فقیر فقرا میکنی.
دانشگاه دیگه واقعا خسته کننده شده. همش مجبورم با آدمایی که ازشون خوشم نمیاد رو در روشم. میرا هم صبح همینو میگفت. بنده خدا واسه اینکه یامانو نبینه نمیخواست بیاد دانشگاه. خب شرایط اونا فرق میکنه. آره فرق میکنه. یامان زندگی میرا رو جهنم کرده. ببین عزیز دلم، مبادا هیزم آتیش میرا رو بیشتر کنی باشه. شرایط اونا الان یه خورده حساسه. ای بابا مگه میرا احتیاجی هم به هیزم من داره؟ یامان به اندازه کافی آتیشش زده. خیلی خوب باشه، ولی به هر حال تو از یامان بدگویی نکن. من تو کار اونا دخالت نمیکنم عزیزم. همین که میرا رو بیشتر از این ناراحت نکنه واسه هم کافیه. مرد ای وای بر من، الیفم اومد. چی شده؟ چرا اینجوری گفتی؟ من چیزی نگفتم، یعنی منظوری نداشتم. یامان قضیه دیشبو گفته؟ مگه دیشب چه اتفاقی افتاده؟ پروانه جونم، به ما چه که چه اتفاقی افتاده؟ الان چی داشتیم میگفتیم؟ مگه قرار نشد دخالت نکنیم؟ اون در مورد یامان و میرا بود. این کلا بحثش جداست. هم بگذریم. یامان تو کلاسه؟ نه 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 نه، ما ازش خبر نداریم. یامان مثل گنجشکاست، یه لحظه اینجاست یه لحظه اونجا. من باید حتما باهاش حرف بزنم. مثل اینکه تو کلاسه. آره تو کلاسه. نه تا بعد از ظهرم کلاس داره. آره کلاس داره. جدا؟ آره برنامه‌اش پره. باشه پس من رفتم. خدافظ. من تو مدرسه میشه بعد کلاس ببینمت؟ اول همه وسایل رو با توجه به نوعشون گروه بندی میکنیم. بعدش اعضای گروه ها رو به ترتیب قیمتشون مرتب میکنیم. مرتی خورده توضیح داده بود. اما عتیقجات از همشون مهمترن. اونا باید یه جور خاص دسته بندی بشن. باید تاریخ و محل ساختشون رو پیدا کنیم. بعد مواد اولیه، مدل، رنگ و نوع ساختشون رو بررسی کنیم. البته من قبلا این کارو کردم. اگه نمیخوای بهت توضیح بدم، یعنی اگه کار کردن با من سختته. من راجع به این چیزا واقعا هیچی نمیدونم. تو راهنماییم کن. باشه. پس اول ببینیم چیا برامون آوردن، بعدش با این لیست مقایسه‌شون میکنیم. ببخشید. مزایده امسال با پارسال متفاوته. بعد مزایده پارسال آدما دیگه بیشتر به این حراجی اهمیت میدن، مخصوصا یه قطعه خیلی خیلی با ارزشه. اونم ساعت اورکانه. عتیق است. قشنگه. بیا بقیه‌اش هم نشونت بدم. Demek bugün yeni bir hikayeye başlıyorsun. Dilerim bunun sonu bizimkinden mutlu olsun. Çok şey unutturması gerekiyor şimdi sana. İşi de biraz zor benden sonra aslında. Şarkınız falan olacak, yeni bir diziye başlanacak. Tatiller planlanacak, fotoğraflar konulacak. Neyse seni çok seviyormuş, ne tatlı. Ona da her şeyim demişsin, bana ne kaldı? Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın, sen ona aşıksın. Tek bir söz söyleme, boş ver. Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın.
Çok şey var öğreneceğim senin hakkında. Kahveyi şekersiz sütlü seversin mesela. Saçınla oynayınca hemen uyursun. Sebze yemezsin, içince çok konuşursun. Umarım onu annene sevdirmeyi becerirsin. Çünkü kendisi benden haz etmezdi bilirsin. Neyse biz de taktık o yüzükleri. Ona da verme tutamayacağın sözleri. Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın, sen ona aşıksın. Tek bir söz söyleme, boş ver. Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın, sen ona aşıksın. Öyle güzel gülme yeter. Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın, sen ona aşıksın. Böyle bitecekmiş meğer. باز جای شکرش باقیه که دعوا نکردیم. بی سر و صدا کارمونو کردیم دیگه. مشکلی پیش نیومد. ولی انگار همش منتظر بود من باهاش حرف بزنم. یعنی سر صحبتو باز کنم که حضرت آقا بازم نیشم بزنم. همون بهتر که باش حرف نزدی. نه بابا مگه دیوونم؟ عمرن لام تا کام حرف نزدم، همش سرم به کار خودم بود. آره آفرین. یه جوری رفتار کرد انگار من هیچ خریتی نکرده بودم. انگار اصلا دلشو نشکنده بودم. خدا رو شکر دارین یواش یواش مثل دو تا آدم عاقل رفتار میکنید. ولی من از این سکوت میرا دلم گرفت. خیلی خجالت کشیدم. باید تاوانشو بدی. من که به فکر خودم نیستم. میرا رو میشناسم، حتما ازم کینه به دل گرفته. خیلی از دستم ناراحت، عصبانیه. خیال میکردم اگه ببینمش عصبانیتم از بین میره، آروم میشه، حالم بهتر میشه. ولی هر لحظه با خودم کلنجار میرفتم. دلیلش اینه که زخمت هنوز خیلی تازه است. احساس میکنم حتی گذشته زمانم نمیتونه زخممو خوب کنه. یمان بیشتر از اونچه که فکرشو میکردم عذابم داده. همه چی درست میشه. عصبانیتت فروکش میکنه. دردی که احساس میکنی از بین میره، یه روز به خودت میای و میبینی بدون اینکه متوجه باشی همه چی رو فراموش کردی. باید از صفر شروع کنید. عشق همینه دیگه قهرمان. هم درد داره هم لذت. همه چی درست میشه. چند ساعت تو اون اتاق بودیم ولی یه بارم تو چشم نگاه نکرد. صبور باش، پایان شب سیاه سپید هر است. کاری کنه حق داره. من آدم مزخرف و احمقیم. یامان وقت داری؟ میخوام باهات حرف بزنم. آره بهتره با هم حرف بزنید. راستش منم میخواستم راجع به یه موضوعی باهات حرف بزنم. آره برید یه جای خلوت بشینید با خیال راحت صحبت کنید. بریم. تو کارتو تموم کن، من منتظر میمونم. نه لازم نیست، من انجامش میدم. مشکلی نیست. شما با خیال راحت برید، من خودم برگه ها رو میدم به استاد. بریم. میدونی لب یامان چرا زخمیه؟ تحقیقاتم به نتیجه نرسید. یه سرنخ پیدا کردم اما نتونستم تحتوی قضیه رو درارم. نکنه به خاطر اون دختره است؟ کدوم دختره؟ الیف. نه بابا تو هم. امروزم فیلم برداری دارین؟ فعلا که خبری نشده ولی اگه بود خیلی خوب میشد. کلاسم که ندارم. اگه میری خونه برسونمت. باشه بریم. میخوام. چرا معذرت میخوای؟ تو که کاری نکرد. آخه به خاطر من دعوا رو افتاد. من خیلی قبلتر از اینا باید اون مشتو میخوردم. منظورت چیه؟ بی خیال فکرشو نکن. به خاطر من افتادی تو دردسر. تو خونه که چیزی نگفتن. نه بابا. اون پسره همونیه که گفتی این اواخر بدجور دلتو شکونده؟ خدا شاهده همه این کارا رو میکنه که لجه تو رو دراره، نه که امروز محلش نذاشتی میخواد حرستو در بیاره. اصلا برام مهم نیست.
چرا دروغ بگم؟ من مرادو خیلی دوست داشتم، اما رابطمون به خاطر من از هم نپاشید. فهمیدم بهم خیانت کرده، ازش جدا شدم. عشقمون هنوز شروع نشده تموم شد. همین. چه بد. یامان، من با شک و شبهه نیومدم سراغ تو. کاری نکردم که تو درد سر بیفتیم یا الکی امیدوار بشیم. یامان، نه، منظور من اصلا این نبود. این یارو اینجا چی کار میکنه؟ کاری نداشته باش تو رو خدا. دیگه شورشو در یامان، چه خبر شده؟ یامان خواهش میکنم وایسا. ولم کن الیف. یامان، باز چی میخوای آشغال عوضی؟ چرا افتادی دنبال این دختره؟ یامان باش حرف نزن. مراد برو گم شو دیگه. آروم باش. این دفعه واسه کتک زدن نیومد. مثل اینکه صورتتو تو آینه ندیدی. فقط میخوام یه چیزی رو بدونم. جواب سوالمو میگیرم و بعدش هم میرم. مراد دعوا رو ننداز. نه ترس، کارش ندارم. اون وقتی پیش من هست هیچی نمیترسه، خیالت راحت. این پسره دیگه کیه؟ به ما چه که کیه ایول؟ بیا سوارشو بریم. آی نکنه این پسره همونی که صورت به یامانو. من مربوط نیست. سوالتو بپرس بعدش هم گمشو برو پی کارت. الیف ساده است، قلبش پاکه، خیال میکنه همه مثل خودشه. تو هم باور کرد. میخوام حرفای اونو از زبون تو هم بشنوم. بعدش میرم پی کارم. ما مجبور نیستیم چیزی رو بهت ثابت کنیم. تو میخوای با الیف ازدواج کنی؟ راسته که به الیف پیشنهاد ازدواج دادی؟ مگه با تو نیستم پسر؟ درسته؟ مراد بیشتر از این شرمندم نکن. از زندگی من برو بیرون بسه. مرد و مردونه جواب بده. الیف هر چی گفته راست گفته. مراد همه چی بین ما تموم شده. خواهشن دیگه اصرار نکن. حالا تو هم مرد باشو، رو حرفت وایسا و از اینجا برو. Ona aşıksın sen, ona aşıksın sen, ona aşıksın. Tek bir söz söyleme, boş ver sen. Ona aşıksın sen, ona aşıksın sen, ona aşıksın. Öyle güzel gülme yeter. Sen ona aşıksın sen, ona aşıksın sen, ona aşıksın. Böyle bitecekmiş meğer. Ne düşman, ne düşman, ne de kahraman olmaya değer. Savaşmam, yarışmam, kalbin onunla çarpıyorsa eğer. Sen ona aşıksın, sen ona aşıksın, sen ona aşıksın. خیلی خوبه، خیلی خوبه. من همیشه خوب خورد میکنم. گوشه‌هاشو میگیری؟ تو حواست به کار خودت باشه. میشه ته گوجه ها رو بگیری؟ بله چشم بفرمایید. خوبه؟ آخ ای کاش یه دونه میخوابوندی زیر گوشش که انقدر زبون درازی نکنه. من میدونستم یه چیزی میشه، ولی نشد. چی کار کنم؟ نشد دیگه. خاک تو سر من. مثلا بودی چی کار میتونستی بکنی؟ کاشکی از همون اول سعی میکردیم رابطه تو و الیفو درست کنیم. آخه دیدی که همیشه نقشه های ما برعکس میشه. اینطوری 100% جدا میشه. دختره که گناهی نداره. من بهش گفتم ازت خوشم میاد. در ضمن من بودم که گفتم با من باش تا بهت ثابت کنم یامان کیه. آره خیلی خوبم ثابت کردی. همه چی رو به هم من ریختی. کجا میدونستم اینطوری میشه؟ یامان تو از این دختره خوشت میاد؟ راستش خوبه، مهربونه، ولی چی میرا نمیشه مگه نه؟ پس باید هر چی زودتر دست به سرش کنی. آره ولی من وقتی به اون نزدیک شدم تو سرم چیزای دیگه بود. الانم که کار به اینجا رسیده اونم گناه داره. شما گناه نداری؟ میرای بیچاره گناه نداره؟ شما آدم نیستین؟ میخوام اینو بدونم. بابا طفلی میرا گناه داره. میرا؟ منم همینو میگم دیگه. میرا گناه داره. نه میرا اومد.
میرا چی شده؟ شد؟ داداش سلیم اینجاست. اونطوری ندو. آره توه. صداش کنم؟ اینجاست بیا. من باید همین الان با داداش سلیم حرف بزنم. داداش سلیم اینا رو هم بذاریم بچه‌ها. بابا میرا میخواد باهات حرف بزنه. چی شده میرا؟ اتفاقی افتاد؟ نمیدونم اتفاق خوبیه یا نه. لیلا ازم خواست اینو بدم به شما. چی شده؟ اینو برسون به داداش سلیم. خیلی مهمه باشه. باید بدی به داداش سلیم باشه. لیلا انگار خیلی ترسیده بود. فکر کنم یواشکی از خونه اومده بود بیرون. بعدش هم بدو رفت خونه. حرف دیگه ای نزد؟ نه، یعنی منم صدای یکی از آدمای آقا نادر رو شنیدم. واسه همین سریع پامو گذاشتم رو گاز اومدم اینجا. کار خیلی خوبی کردی. کسی که تو رو ندید. فکر نمی کنم چون منم کسی رو ندیدم. حالا دیگه افتادی تو مشتم نادر جان. خدا به دادت برسه. مگه اون چیه؟ چی فرستاده؟ خب به ما هم بگو دیگه، مردم از فضولی. حالا دیگه نادر بکراغلو در خصوص سهام مدرک رسمی تو دستمون وجود داره. جدی میگی؟ عالی شد. فردا اول وقت میریم این مدارک رو پیوست میکنیم به پرونده. وای زنده باد. شنیدی امان یکی جلوی. الو لیلا میتونی حرف بزنی؟ آره میتونم. کسی که کنارت نیست؟ نه بیرونم تنها. میرا برگر رو آورد نگاه کردی؟ باشه بعدا در موردش حرف میزنیم. تو خوبی؟ فعلا خوبم ولی منو قاطی این ماجرا نکنین خواهش میکنم. نه عزیزم تو خیالت راحت باشه. باشه من یه مدت مرخصی گرفتم میخوام پیش یکی از دوستان بمونم. شما هم تو این مدت هر کاری میخوایم بکنیم. لیلا واقعا نمیدونم با چه زبونی ازت تشکر کنم. بی خیال عزیزم، مهم اینه که حق به حق دار تو برسه. مراقب خودت باش، لطفا برنگرد اینجا. خودم وضعیت رو بهت اطلاع میدم. باشه راستی یامان من دیگه از این شماره استفاده نمیکنم. ببینم اتفاق بدی که نیفتاده. نه همینجوری برای احتیاط. باشه من دیگه باید قطع کنم. شماره یه جدیدتو بدیا. ای وای 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 لیلا خانم، لیلا تو باید با سیگر می شدی دختر. چه خوب تونستی تو نقشت فرو بری. بس دیگه، تو که کار بدی نکردی. حتی بهترین کار همینه که هرچی من گفتم گوش کردی. آخه میخوایم با من چیکار کنی؟ میخواین با من چیکار کنی؟ تا زمانی که همینجوری مثل دختریه خوب به حرفم گوش بدی یه مو از سرت کم نمیشه. نترس. الو آتیلا، همین الان کپی برگر برات میفرستم. مربوط به نادر بکراغلوه، خیلی مهمه. همین الان رسید به دستم. داداش لطفا اسم لیلا رو نبر. به هیچ عنوان نباید مشخص بشه طرف کی بوده. وای خدا دعا کنید این آدم دستش روش خیالمون راحت شه. آره امیدوارم. همه چی به خیر میگذره، فقط کافیه صبور باشی. به نظرتون این چوب طولون زنبور کردن نیست؟ یعنی وقتی اون بفهمه متوجه نمیشه این برگه ها رو بچهای خودش آوردن؟ نه آره ولی دیگه اون موقع کار از کار گذاشته. امیدوارم همینطور باشه. فقط بدتر از این نشه. اصلا نگران نباشید، بابای من درستش میکنه. حالا میبینید تازه اگه قرار بود اتفاقی نیفته انقدر طول نمیکشید. باشه ایشالا. من دیگه برم، بعداً میبینمتون. چرا میزنی؟ میرا جون چرا واسه شام نمیمونی؟ داریم کباب درست میکنی. راست میگه. کبابا وای کبابا سوختن. سوزی جون عاشقه. سوزی جون دمت گرم. یه دونه. نگران نباشین دیگه دارن آماده میشن. میرا ببین سوزی نجاتمون داده، کبابا نسوختن. بیا با هم بخوریمش، بوش میاد. بدو. آره واقعا بوی خوبی داره. دستتون درد نکنه سوزان خانوم. ولی من کار دارم، باید برم. خب بعد شام برو، بمون دیگه. باید برم پیش ارکان. چه بد. باشه چاره ای نیست.
باید برم در مورد اون ساعتی که برای مزایده میخواست بذاره حرف بزنم. ظرفشم بگیرم چون خیلی با ارزشه. آره آره دیگه، خب باید واسه پروژه کار کنید، بگه نه کار خوبی میکنید، غیر از اینم که نمیشه. پس توی فرصت دیگه حتما بیا پیشم. میبینمت. پونزده روز بعد برای کنترل تشریف. خیلی ممنون، شبتون بخیر. شب بخیر. آقا فرخ، بدون وقت قبلی اومدم، برای همینم منتظر بودم مریضاتون بره. مشکلی پیش اومده؟ میخواستم نتیجه آزمایشی که میرا انجام داده از شما هم بشنوم. کدوم آزمایش؟ همون آخرگه دیگه که دیروز انجام داد. پس بالاخره بهتون گفت. بله، متوجه شدم یه چیزایی رو از ما مخفی میکنه. البته مادرش نمیدونه. منم خیلی اصرار داشتم که بهتون بگه ولی خودش نمیخواست. فکر میکنم اینطوری برای همه بهتر باشه. حالا میخوام همه چی از زبون شما بشنوم. بفرمایید تو. اونطوری نگام نکن، نباید بکشی کنار. نمیتونی گندی که زدی رو یه روز جمعش کنی، ولی بالاخره درست میشه. خب تمومه. خب حالا میخوام جذابترین پوزیشنتو بگیری. آفرین، زود باش. جذابترین، همینه. فوق‌العاده‌ای، خیلی جذابی. آفرین، عالیه، همین خوبه. آره همه میخوان تو رو به دست بیارن. چرا؟ چون تو یه دونه ای، واسه نمونه ای. آفرین. حالا یه دونه هم از این بر. خیلی خوبه. آفرین، خوبه. خیلی خوشگله. خیلی. اوف عزیزم، چقدر تو قشنگی. عالیه. عزیزم تو خیلی خوبی. جذاب من، زیبای من، طلایی من، طلایی، چقدر تو بلایی. همه جا میام دنبالت، آخه بگو تو کجایی. منتظرم بالاخره رخ نمایی. اینو نگاه کن، رد داده. چی گفتی؟ مرد، حواست کجاست؟ از این بود کار دستمون بدی. نه خدا بهمون رحم کرد. چیزی نیست. حالت خوبه دیگه؟ آره؟ شما عجب دلقکایی هستینا. واسه چیز در و داغون خودتون رو به کشتن میدین؟ آره داغونه، ولی خیلی ارزشمنده. مرد زود باش دیگه، یکم دست به جنبون. دارم میان. خب وقتی قراره بیان اینجا چرا میبرنشون بیرون؟ برای اینکه اینطوری میتونیم مشتریامون رو جذب کنیم. آخه من نمیفهمم کدوم احمقی واسه این کاسه حلبی پول میده. این حرفو نزن، اینا خیلی با ارزشن. میدونید چیه؟ ما یه دونه هاون داشتیم توش سیر میکوبیدیم. خیلی هم قدیمیه، اونم عتیقه است. یا ما کاش میگفتی اونم میآوردیم اینجا. ببین اینا حتی یه سریاشون هستن که واقعا ارزشمندن. آره دیگه، وقتی پول اضافه داشته باشی نمیدونی باهاش چیکار بکنی. نه بابا، این چه حرفیه؟ میدونی با این پولا هم یه کمکی میشه، هم این خوشگلا به فروش میرن. همین که قراره یه پروژه اجتماعی به نتیجه برسه. خیلی خوب بود، آفرین. خیلی تاثیرگذار. خیلی ممنون. آبجی، منم میرم ببینم چه خبره، چون شانس مزایده رو داریم. منم میخوام نظر بدم. خود زحمت نکش، ارکان برنده میشه. نمیشه از الان قضاوت کرد. دو تا آدم لجباز ممکنه همه چی رو تغییر بدن. ببخشید.
از کجا پیدا کردی؟ وقتی داشتیم اسباب کشی می‌کردیم مامانم یه سری وسایل رو جمع کرده بود. منم اینا رو از تو انباری پیدا کردم. نمیدونم خیلی قدیمیه یا نه ولی خیلی برام جالب بود. من از این چیزا متنفر بودم. مامانم عاشق این ست بود. حتی نمیذاش من زیور بهش دست بزنیم. ولی منم هی کرم میریختم. وقتی برق میزد بیشتر میرفتم سمتش. یه بار با اینا به عروسکام چایی دادم، همونجا یه دونه محکم کوبون تو سرم. من واقعا معذرت میخوام. من نمیدونستم، فکر کردم اینا رو ما آوردیم. همین الان میذارمشون کنار. نه بذار باشم. دیگه میدونم برای چی باید بجنگم، حواسم هست. واقعا نمیدونستم. عزیزم مهم نیست. در ضمن این تو خانواده خودمون میمونه. سودم خیلی خوشحاله. توجه کردی این پسرم از وقتی که آقا قاسم رفته سر و کلش پیدا شده. یه بار با هم پچ پچ میکردن تا منو دیدن سوده یهو ازش جدا شد. یعنی با هم رابطه دارن؟ خدا میدونه. چیز دیگه ای نمونده؟ نه خیالت راحت. از اینکه شنیدم آقا قاسم رو به بهبودن خیلی خوشحال شدم. واقعا هممونو ترسون. خدا رو شکر به خیر گذشت. درسته. واقعا برای شخصیت آقا قاسم پیش اومدن همچین چیزی خیلی دردناکه. متاسفانه. شما مسئولیت سنگینی به دوش دارین. کلید این امپراتوری بزرگ تو دستاتونه. تنها وارث اون تخت شمایی. و چقدر بد که من تو این وادیا نیستم. مرد و صدف تنها وارثین قاسم هستن. اگه بخوایم به نصیحت‌های من گوش بدین دستتون خالی نمیمونه. من احساس میکنم اعتمادم رو بهتون ثابت کردم. کاری که آخر ماه قرار انجام بشه برای شما امتحان سختیه. اگه اینجا برنده باشین سرنوشت همه به صورت عادلانه تغییر میکنه. فرصت کافی برای این حرفا خواهیم داشت. 100%. شما اینجا چی کار میکنی؟ اومدم برای کمک. پول لازم ندارین؟ خر خودتی. ترنج نادر. ترنج نادر. چی شده داداش؟ پسر چی بهت گفت؟ منتظر نمیمونه نوبتش برسه. بچه قرتی بیقراری میکنه. خودش میدونه. شاکران خانم. بفرمایید آقا سلیم. ببخشید کلیدای این کمد کجاست؟ اینا باز نمیکنن. فکر کنم صدف خانم کلیدای اون کمدو عوض کردن آقا سلیم. واه آخه برای چی؟ بذار زنگ بزنم بپرسم، شاید همینجا باشه.
سلام. اوهو چه عجب. چشممون به جمالتون روشن شد. درگیر کارم. از وقتی قرار شدی رستوران رو واگذار کنیم غیبت زده. جمع کردن کارهای قدیمی از کارهای جدید یکم سخت‌تره. باز جای شکرش باقیه این دفعه دیگه دنبال یه دیوونه‌ای مثل من نیستی. باید تجربه کنی تا بفهمی. چی شد حالا نتیجه داشت؟ آره. یه کارایی انجام دادم. پس یعنی همه یه وقت تا صرف خانوادت میکنی؟ خوش به سعادتشون. صدف خانم میشه یه لحظه بیاین؟ الان میام. بذار این داستان تمام شه حرف میزنی. باشه. مرد بیا. هر طور شده بعد اینو باز کنیم. سیستم زیور، برگاهی دادگاه، همه چی این توه. برو بگو یه نفر بیاد بازش کنه سریع. چشم آقا سلیم، الان خبر میدم. ازت ممنونم. برای چی؟ راستش به خاطر اینکه بهم گفتی جواب آزمایش میره اومده. پس فهمیدین. گفتم بین خودمون میمونه. نگران نباش، به میره حرفی نزدم. بین خودمون میمونه. ممنون. من ازت ممنونم که بهم خبر دادی. ترسیدم بخواد تصمیمای نادرستی بگیره، واسه همین بهتون گفتم. اون تنها نیست. نباید تو این شرایط تنهایی بجنگی. واقعا متاسفم از اینکه در مورد شما دوتا اشتباه میکردم. از یه نوع پوست در سال 1800 زمان امپراتوری عثمانی جورج نیست. ادوارد پیر. جورج پدرشه. درست خوب نخوندی. شما چرا به کارهای خودت نمیرسی؟ این ساعت یکی از تیکه های نادر در اواخر امپراتوری عثمانی هستش. خیلی باحال. فوی خدا من نمیتونم از این بگذرم. بذار آدم‌ها به خاطر تو مجادله کنن. ولی اینا مال کلکسیون منن. تازه این واقعا ارزشمنده. میرا منو جوگیر کرده وگرنه عمرن از اینو بگذرم. در عوض به این فکر کن که دختر و پسرایی که طرفدار تیپ تو هستن به خاطر این کفش قراره با هم بجنگن. راست میگی. شاید ام جنتلمن به خاطر تو بجنگه و این کفشا رو برای تو بخره. راست میگی، فکر خوبیه. من همین الان میرم به مرت میگم. ببینم پسر، تو چرا همش قانون رو خراب میکنی؟ چرا همش دنبال ایلولی؟ چه ربطی داره پسر؟ همش اتفاقیه. پسر جون حواست باشه اگه دنبال چیزی انگار هستی. زده به سرت. من زیر حرفم نزدم. من کاری نکردم که بخوام اونا رو از هم جدا کنم. مهمانان گرامی خوش آمدید. تا دقایق دیگر مزایده آغاز می شود. لطفاً به داخل سالن تشریف بیارید. یامان در مورد چی حرف می‌زدیم بابا؟ داشتم ازش تشکر میکردم. واقعا راست میگی؟ چرا حسامون اینقدر با هم فرق داره؟ هر وقت من دوست داشتم شما نخواستین، وقتی هم که من نمیخوام شما خوشتون میاد. دیگه از یامان خوشت نمیاد؟ اینو فهمیدم که دیگه بعد از این نمیتونیم با هم باشیم. احساس میکنم رابطه شما دو نفر رو من خراب کردم. یعنی چی؟ قبل از اینکه تو بخوای بری آمریکا، من از یامان خواستم که از زندگیت بره بیرون و برای همیشه بدت کنه.
عتیقه ها رو نیاوردن داخل؟ آوردن. ببین یامان جان، میتونم یه خواهش کوچیک ازت بکنم؟ بگو چی میخوای؟ فکر کنم من نمیتونم. چیو؟ خب من نمیتونم حرف بزنم. میفهمی از استرس حالت تهوع گرفتم. من نمیتونم جلوی این همه آدم حرف بزنم. حتی اگه حرفم بزنم یه سوتی میدم، خیلی بد میشه، همه چی خراب میشه. باور کن عتیقه ها رو اشتباهی معرفی میکنم. تو رو خدا یامان، تو رو خدا یامان، این کار خودته. نمیشه. ببین به جاش هر کاری بخوای میکنم، هر کاری. من چرا برم حرف بزنم؟ یه کار، فقط یه کار به خاطر داداشت. چی میشه آخه؟ خب میدونی من قلبم درد میکنه، شاید ارسی باشه. مثل بابا بزرگم میشم. خدا نکنه این چه حرفیه؟ تو رو خدا به خاطر من، فقط همین یه بار. روم و زمین نزن، باشه فدات شم. همین یه بار، به خدا تو میتونی. تازه میرا هم هست، این بهترین فرصته که دلشو به دست بیاری. باشه. عشق منی به خدا، دمت گرم، جبران میکنم، قول میدم.